اولا السلام علیکم شهروندان جمهور تایستان، تمام قشر جامعه شهروندی، مهاجران، مخالفان، از منصبدار عادی تا منصبدار بلندپایه آزادیخواه. امروز موضوع ما چنانه که در روی این برنامه نوشته شده است: این همه یک جا شده دولت آزاد میسازیم یا برای همین امروز موضوع که همه مخالف، مهاجر، صنفی کارگر، از منصبدار عادی تا منصبدار بلندپایه آزادیخواه یا دولت ساختن نکار یا به نیستشوی میبریم دولت. بنابراین به برنامه ما خوش آمدید. من میخونم پیشنهاد کشیدگی از جانب حرکت. سلام و احترام به همه شما دوستان گرامی، آزادی خواهان. من با یک احساس گرم و صمیمی شما رو به افیر مستقیم نوبتی فریدم تیجی خوش آمدید میگویم. سپاس به هر یکی شما با دل و پاک نیتی نیک ما رو دستگیری کنید. شما برای آزادی مبارزه میبرید. شما که صدای مردم و حقیقت را میشنوید و پهن کنید. لطفاً فراموش نکنید به کانال ابونه شوید، لایک بذارید، به دیگران تقسیم کنید، کامنتار نویسید، فکر خودتان رو اویدین این موضوع. امروز سخن درباره یگانگی ملی می رود و پیش از آن می خواهم یک چند سخنهای بزرگ و مقدس را به یاد آورم. از کتاب‌های مقدس سر نکنیم. برای یکجا شدن ملت کتاب‌های مقدس چرا پیشنهاد کرد؟ تورات همون وقتی که شما با یک دیلی عمل میکنید خدا با شما خواهد بود. ویخره 26:8. از بیبل، انجیل. همه یک بدن هستیم، هرچند عضوها گوناگونند، اما یک جایه ایم در مسیحیت. کراتوریان 12:12. از قرآن. و همه با روح خدا محکم چسبید و پراکنده نشوید میگه قرآن، سوره آل عمران آیت 103. قانونگذاری بین المللی به میگذاریم. موافق اعلامیه عمومی حقوق بشر ماده 20. هر کس حق دارد که به جمع آمد و اتحادهای آسایشته همراه شود. همه آدمان آزاد و برابر به دنیا می آیند و باید با روح برادری عمل کنند. امروز موضوع ما چنین است: یا همه یکجا شده دولت آزاد می سازیم یا علامت سوال. چی مردم عادی، چی مهاجران، چی مخالفان، چی کارگران عادی، چی الیت سیاسی، همه قشر جامعه. زیرا اگر ما یکجا نشویم ما را هر کدام دولت ها، مقامات های امنیتی دیگر، دولت ها دیگر هر کدام به منفعت های خود استفاده میبرند. ما با گلوی حکمان بیگانه میشویم، مردم بیگانه میشه و سرنوشت ملت رو به دست ظالمان، به دست هر نفری که هست از بیرون به همون میسپاریم و هر کس که خواستگاری یکجا شدن ملت نیست، کسی که میشنود و یکجا شدن ملت نمیخواهد، این همین برنامه ما کرم میگیریم، این همین سمت کتی وارد نمیشود و همون خواهی ملت است، دیگر کسی نیست. پس
خیانت نه به ما نه به تو کسی که میشینه، بلکه به فرزندان خود میکنی. وقتی که یک جا نشدیم که چی جواب میدیم در آینده؟ اگر ما یک جای نشویم، ملت رو، دولت رو به نیستی میبریم. همین به رفته ایستاده است، من میفهمم. پس به فرزندان و نسل‌های آینده چی خواهیم گفت؟ هر کسی راهبر است، موجود است، قشری فعال جامعه شهروندی است، باید داند که وقتی که ملت یک جا نشدی، تو فعال هستی، تو آدما گوش میکنند. نپریمیر کسی باشی، وقتی که تو یک جا نشدی، پگاه فرزندت به چی جواب میدی؟ دولت که نیست شد، چی جواب میدی؟ من دولت داشتم میگوی، تاجیکستان بود، نیست شد. هم خیلی میگوی. میگوییم که خاموش بودیم، یا جواب میدیم که خاموش بودیم، اون وقت میترسیدیم از امنیت های دیگه دولت که اماملی که همکاری میکنند برای یک جا شدن ما خلال وارد میکنند. هم خیلی میگوییم. حتی اروپا بایستاده، نمیدونم هر کدام دولت باشیم. میگوییم که ترسیدیم از اون مقامات امنیتی که ما را نکشد، فرزندان ما نکشد. نمیدونم اونجا که پناهنده شدیم، ای پشت مردم گرفته آمده، نه که مردم یک جای شدنش نمیخواد. هم خیلی میگوییم. یا که با هم دشمن بودیم میگوییم. چی مخالف؟ همه تاجیک هستیم، میگوییم که ما دشمن بودیم یک دیگر، برای منفعت شخصی ما میگوییم با یک دیگر یک جا نمیشده میگوییم. هم خیلی میگوییم. این روز قرار است که به جان خود، به ملت خود، به خدا قسم که دیگر خاموش نشویم، هر کدامی که گوش میکنیم. بنابر همین من گفتنی هستم که اکثر وقت مردم پیشنهاد میکنند که یک جا شدن. من از خودم میگم، بعد مثالا میبیارم شما که برای چی یک جا شدن نمیخواهم. فهمیدین؟ کی ها نمیخواهم. من شما به مثال میبیارم. مثال نپریمیر که این همی صورت میمونی نگاه کنیم. همین صورت دیدیم. یکی از اینها کرامت شریف بود. برای چی کرامت شریف را نخواستن که گرفتن، دپورت کردن، دیگه کار کردن. برای اون که گیردش بینیم، گرد اطرافش کرامت شریف بینیم، مردم جمع کرد گیردش با ترسیدن. از همین میترسد، همه از همین میترسد که توجید جمع نشود، یک جا نشود، متحد نشود. فهمیدین؟ یا عمرلی قوت برای چی قتل کردن؟ برای ما که مردم یک جا کرد. فهمیدین؟ گیردش به جمع کرد. از همین ترسیدن. برای همه قتل کردن عمرلی قوت. برای اون که ایزد امان. برای چی قتل کردن؟ اونو زندان کردن، دپورت کردن. برای اون که مردم سرجم کرد، برای همه. هر یک انمی انسانایی که هست، دو نفر اگر کرامت شریف باشد برای مردم ملت سرجم کردن، سرش خوردن. همین آدما از کجا منشه میگیرن؟ من مثال آوردم شما که گیردش به آدما هست. آدما میترسد. هر کسی که هست از همین خلق یک جا کردن لیدر میترسد. برای همین چیز اینا یک جا شدن نمیخواد. اینا کی کنترل؟ همین کرامت شریف هم در روسیه بود، همه یک جا کرد. مثال یک جا کرد، زن و اویله فرزندش بود. احتیاطکاری به راه میداد، احتیاطکاری کارانه کار میکرد که مقامات امنیتی همون دولت هم که تاجیکستان که همکاری میکند نمیخواهد که یک لیدر برادو خلق سرجم کنه، مردم سرجم کنه. لیدر نیست. یا ایزد اما چیکار کرد؟ وقتی که گیردش به خلق جمع کرد، مردم جمع کردن خواست، همون مقامات های امنیتی همون دولت های همین کار کرد که همون دیپورت کرد. اروپا هم همین هست دیگه، خیلی نیست. همین اروپا هم یک کند، برای همین اینا میترسن. فهمیدین؟ برای سببش هم میگوید که سبب یک جا نشدن چیز آنان مقامات امنیتی میترسد که مقامات امنیتی اینجا با تاجیکستان که همکاری میکند یک جا شدن تاجیک نمیخواد. فهمیدین؟
انا اومده قوت برای چی قتل کردن؟ برای اینکه مردم یکجا کرد خیزان گفتن خیز برای انم قتل کردن. انمی آدم از کجا بود؟ گوگل کتی زنی از کجا بود؟ کرامت شریف از کجا بود؟ نوحه توبه مرکز. برای اینکه لیدر از دیگه منطقه نبرد، از دیگه منطقه برود کرد گردش مردم جمع نشود. فهمیدین؟ ایزد امان از کجا بود؟ ایزد امان از حساب نوحه توبه مرکز، برای آنکه گردی دیگه منطقه بوده که مردم جمع نشود. برای انمی از احتیاطکاری کار کرد. همینا از احتیاطکاری کار گرفت، گفت که زن و فرزند اما نشود. بسیار سیر و اسرارهایی که امنیت و دوید میکرد نمیگفت. من امروز شما میگم آشکار، من از حیات خودم میگم، اول اینا مثال میبیارم. من شما یا عمرلی قوتم وقتی که گردش به جمع کرد مردم، از همون میتینگ های تشکیل کرد همون روسیه و برای همون امنیتی ها گفت که برام انا من شما میگم که همینای کدام وقت به همون مقامات امنیتی اجازت داد که گردش به در حدود روسیه آدم جمع کنه؟ کدام وقت؟ من شما میگم سالهای 2012 ولی من در تاجیکستان بودم، همون وقتی که همون دو تا کارمند لچکا محکم کردن، لچکا از روسیه محکم کردن، برای همون آزاد کردن همونو انا همینا به دستور داد مقامات امنیتی روسیه که انا میخواد چیزای تشکیل کنن و گردشون جمع کنند، امام علی به فشار بیارد. وقتی که اینو گرد اینا با بسیار آدم جمع شد، اوجه همین خلق جمع کردنی این همین نفرها یا مرد قوت اساسا اون وقت بود، بعد کرامت شریف هم بود، همینا که اساسا همون ریچک شد، دولینی ریچک برای امام علی شد. امام علی ترس با آمد همون لچکوه جواب داد. وقتی که جواب داد اینا گفتن که امنیتی رو بس کنید. وقتی که عمر علی قوت بس نکرد و فرار کرد، رفت دوبای دیگه از پشتش آدم فرستاندن. بعد روسیه امام علی دوید کرد که برای چی او اجازه دادی خودت ساختی خودت سرشخو. اینا خودشون از نظر من روز هر کدام مقامات امنیت باشد، هر کدام دولت باشی اجازه میتید که تو با اینا میخوای میدان سازی خلق جمع کنی، با خودشون همونا رو میفروشن. یعنی فهمیدین؟ من شما میفهمم فکت و دلیل. برای همین وقتی که اینا همین کارای کرد، بعد اوجه با گشته امام علی خودی امام علی با رزولتات کرد دادم کرد. برای همین من شما میگم که خلق سرجم شدنشه کی ها نمیخواد. انا که این صورت میبینه یک تا دیگه صورت میمونه، کی ها نمیخواد، کی ها میترسد که این نمیخواد گردی لیدر رو مردم جمع نشود، یک جای نشود مخالف. همین سبب کی ها میخواد؟ امام علی رحمان میخواد و سرپرستای امام علی رحمان میخواد. امام علی یعنی کسایی که از تاجیکستان ماده سنده تاراج میگیرن. فهمیدین؟ یعنی که داد و گرفت دیپلماتی یعنی بیزنس دارن تاجیکستان کتی. فهمیدین؟ برای همون مثال تیلو مخفی است، چند میکنن معلوم نیست. اینا مهاجرای هم کارشون چند مهاجر روسیه میرود مخفی کردن، چند مبلغ میفرستاد مخفی کردن. برای چی؟ برای انمی چیزای میکشون. یکم ماده 13 به انسان میدارد، ماده 13 کنستیتوشن آدم میدارد. این همه قوه کاری، این همه خلق که همچون قوه کاری اکسپورت میکند امام علی رحمان. یکم بعد دیگرش به بایگری دیگه ثروت های زیر زمینی میدارد. یکم ریسورس اصلا خود انسان است. انسان برای این چیز انا همینایا سراشون خوردن، برای آنکه اینا پیش رفتن گیرداشون با جمع کردن. هر مخالفه که اینگه حتی اروپا بیان سرجم شدن مخالفه نمیخواد، مقامات امنیتی همینا دوید میکنن. من شما به شخصا خودم میگم که از همین وقتی که من